الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران کلام الله منان. الله را بسیار سپاسگزارم که این توفیق رو نصیب بنده و جمع ما و شما قرار داد تا در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم بعد از سپری کردن درس‌های اولیه‌ای که مربوط به یادگیری اصول و قواعد اولیه آموزش روحانی قرآن کریم بود، نوبت برسه به درس عملی و آغاز تلاوت آیات کلام الله مجید از روی مصحف شریف. بعد از اینکه در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان به قواعد اولیه آموزش روحانی قرآن کریم پرداختیم، مناسب هست تا آنچه که آموخته بودیم رو در درس‌های گذشته به صورت عملی در آیات کلام الله مجید و سوره‌های کلام الله مجید اجرا بکنیم تا بهتر جا بیفته آنچه که فرا گرفتیم. و از اونجایی که از مهمترین سوره کلام الله مجید سوره مبارکه حمد هست و در هر رکعت نماز ما نیازمند این سوره عظیم هستیم، گرچه که همه شما عزیزان میدونم که این سوره رو از حفظ میدانید و میتوانید بخوانید، اما روخوانی از روی مصحف شاید برای بعضی از عزیزان تازگی داشته باشه حتی، و اینکه تمام جزئیات حرکات سوره مبارکه حمد رو بدانیم که چرا این گونه خوانده میشه فرق میکنه. ما خیلی از ما سوره مبارکه حمد رو در کودکی یاد میگیریم و از حفظ میخوانیم، و اما وقتی که بخوایم از روی نسخه بخوانیم، از روی مصحف شریف، همون حفظمون رو اگر بخوانیم موفقیم، اما اگر بخوایم یاد بدیم این سوره رو به کسی که بلد نیست از روی مصحف شریف، آیا میتوانیم یا نه؟ این سوال برای من و شما شاید مطرح شده باشه و ما در برنامه امروز سعی میکنیم که انشاءالله به همراه شما عزیزان به پاسخ به این سوال بپردازیم و شروع بکنیم به تلاوت سوره مبارکه حمد خط به خط و کلمه به کلمه و بلکه حرف به حرف از این سوره عظیم از روی مصحف شریف، تا بتونیم به دقت کامل و با تسلط کامل این سوره رو یاد بگیریم و یاد بدیم به همه عزیزانی که دوست دارن این سوره رو از روی مصحف یاد بگیرن و تلاوت بکنن. در آغاز تلاوت سوره مبارکه حمد در مصحف شریف، اگر به اولین صفحه هر مصحفی مراجعه بکنیم، ما سوره مبارکه حمد رو در اولین صفحه خواهیم دید با 7 آیه شریفه که در برخی از مصاحف سوره مبارکه حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو به عنوان آیه اول نوشتن، به مانند مصحفی که الان پیش روی من و شماست، و برخی از نسخه ها سوره مبارکه حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه اول نگرفتن، بلکه آیه الحمدلله رب العالمین آیه اول حساب شده و باز در آخر آیه هفتم صراط الذین انعمت علیهم اینجا توقف شده و یک آیه فرض شده، و باز در مجموع در هر دو نسخه میبینیم که 7 آیه است. سوره مبارکه حمد 7 آیه است. چه کسانی که سوره حمد رو بسم الله رو جزء سوره حساب کردن به عنوان آیه اول، و چه کسانی که بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء سوره حساب نکردن، باز هم آیه آخر رو 2 آیه حساب کردن و در مجموع همه قائل به این هستن که سوره مبارکه حمد 7 آیه است. اگر بخوایم به تلاوت این سوره مبارکه بپردازیم، از لفظ اول شروع می‌کنیم. ما برای تلاوت این رو عزیزان فراموش نکنن که از آداب تلاوت قرآن کریم این هست که ما وقتی که شروع می‌کنیم به تلاوت قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو هم میگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جزء آیات قرآن کریم نیست، اما از آداب تلاوت هست، چون که الله متعال فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقتی که می‌خواید قرآن بخوانید به الله متعال پناه ببرید. ما هم به همین خاطر در ابتدای تلاوتمون در کلام الله مجید هر وقت می‌خوایم قرآن تلاوت بکنیم، چه از روی مصحف چه از حفظ، مناسب هست که ما این تعبیر رو استفاده بکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما هم تلاوتمون رو با اون لفظ شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و میایم روی
مصحف. در ابتدا ما بسم الله الرحمن الرحیم رو داریم. کلمه بسم حرف ب در اینجا کسره داره. ما در برنامه‌های گذشته به تفصیل در این باره صحبت کردیم که این علامت کسره است و زیر حرف ها قرار میگیره و هر حرفی که علامت کسره زیر اون قرار گرفت آن حرف با صدای ا خوانده میشه، یعنی ب. سین علامتش، این علامتی که روی سین قرار گرفته علامت ساکن هست، یعنی اینکه این حرف از خود حرکتی نداره. و قاعده خواندن ساکن هم این هست که هر جا ما علامت ساکن رو دیدیم روی حرفی، آن حرف به تنهایی خوانده نمیشه چون حرکتی نداره، بلکه از آخرین حرکت ما قبلش کمک میکنیم. آخرین حرکت ما قبل به همراه کسره با سین خوانده میشه بس بس م. این میم هست، اینجا میم کسره داره میشه بس م. این الف که رویش علامتی شبیه کله حرف صاد روش هست، این صاد کوچکی که روی الف هست دلالت بر این میکنه که این الف الف وصل است. اون صاد، این صاد کوچکی که اینجا نوشته شده از کلمه وصل گرفته شده. این الف رو هر جا شما دیدید اینجا میبینیم، اینجا میبینیم، اینجا میبینیم، همینطور در خط پایین اول الحمد میبینیم، العالم اینجا میبینیم. زیاد مشاهده میکنید این الف رو در مصحف شریف. الفی که یک صاد کوچک روی اون هست بهش میگیم الف وصل. بعد چطور باش تعامل میکنیم؟ الف وصل در هنگام وصل کلمه قبلی به کلمه‌ای که الف در ابتدای آن آمده، این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. در هنگام وصل خوانده نمیشه. اما وقتی که در ابتدا قرار گرفت مثل خط بعد، آن موقع خوانده خواهد شد که در اونجا خواهیم گفت که چطور خوانده میشه. در وسط تلاوت وقتی که الف وصل قرار میگیره خوانده نمیشه. ما فکر میکنیم که اصلا این الف الان اینجا وجود نداره چون در وسط قرار گرفته و در حین وصل ما قبل به ما بعدش حذف میشه. بعد از الف ما یک لام داریم. این لام اینجا لام لفظ جلاله الله، این لام اول حرکتی نداره و عزیزان میدانند که ما 4 حرف واو، الف، لام و یا، واو، الف، لام و یا اگر سر هم نوشته بشن میشه والی. کلمه والی رو اگر حفظ بکنید میتوانید که اینها رو به خاطر بسپارید. واو، الف، لام و یا، این 4 حرف اگر در مصحف شریف هر جا واو و الف و لام و یایی دیدید، فقط همین 4 حرف، هر 4 حرف واو، الف، لام و یا رو هر جا در مصحف شریف دیدید که هیچ علامت و حرکتی روش نبود یا زیرش نبود، آن وقت اون حرف واو، الف، لام و یا خوانده نمیشه. وقتی که هیچ علامتی روش یا زیرش قرار نداشت خوانده نمیشه. اینجا الان لفظ جلاله الله، لفظ لام اول هیچ علامتی نداره، نه بالاش نه پایینش، پس اینجا این لام اول خوانده نمیشه. لام دوم یک علامتی داره که این علامت رو ما بهش میگیم تشدید. اگر برنامه مربوط به تشدید رو دیده باشید حتما در اون باره ما به تفصیل صحبت کردیم و گفتیم که تشدید یعنی از شدت گرفته شده. آن حرفی که روی آن علامت تشدید قرار داره در اصل 2 تا بوده، اولی ساکن بوده و دومی حرکت داشته که اینجا حرکتش فتحه بوده. این حرکت فتحه مال لام دومی هست. یک لام اولی هم بوده اینجا ساکن بوده که حذف شد به خاطر ساده تر نوشته شدن و تشدید جای اون قرار گرفت. قاعده خواندن تشدید این هست. خلاصه صحبت تشدید اینه که شما هر حرفی که دیدین که روی آن تشدید قرار داره، آن حرف یک بار به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. اینجا آخرین حرکت ما قبل لام حرکت نداره، الف هم نداره، کسره میم هست. آخرین حرکت ما قبل کسره میم هست، میم میچسبه به لام، میل. یک بارم با فتحه خودش بس میل، اینجا لا نمیگیم، لا میکنیم. لفظ جلاله الله رو همیشه الف خوانده میشه. لفظ جلاله الله همیشه این فتحه الف خوانده میشه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. یک نکته دیگر رو هم عزیزان در نظر داشته باشید که لفظ جلاله الله، ما این تعبیری که نوشته شده الله بهش میگیم لفظ جلاله الله. تعبیر هر جا در قرآن کریم کلمه الله رو دیدید نوشته شده، ما این گونه تعبیر میکنیم، میگیم لفظ جلاله الله، لفظی که دلالت میکنه بر اسم عظیم و با عظمت الله متعال. لفظ جلاله الله در قرآن کریم
به دو حالت خوانده میشه. یکی پر، یکی باریک. پر یعنی اینکه دهان به سمت بالا باز میشه. الله الله، دقت کنید دهان ما به سمت بالا باز میشه. الله. بعضی وقتها باریک خوانده میشه. الله الله. این الان دهان به سمت بالا باز نمیشه، گویی که دهان من از پهلو باز میشه. چه موقع پر میخوانیم لفظ جلاله الله رو و چه موقع باریک میخوانیم، این بستگی داره به حرکت ما قبل لفظ جلاله. حرکت ما قبل لفظ جلاله الله اگر فتحه بود و ضمه بود، فتحه و ضمه که بالای حرف قرار میگیرن، موقع دهان ما به سمت بالا میره و لفظ جلاله پر خوانده میشه. اگر ما قبل لفظ جلاله الله فتحه و یا ضمه قرار داشت، لفظ جلاله پر خوانده میشه، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. اگر ما قبل لفظ جلاله الله حرکت آخری که ما قبلش هست کسره بود، چون کسره پایین قرار میگیره ما هم پر نمیخوانیم، به سمت صدا رو پایین تر میاریم. مثل این مثال. برگردیم به تصویر با هم ببینیم. ما در این تصویر الان چی داریم؟ لفظ جلاله الله رو داریم که ما قبلش کسره است. اینجا نمیگیم بسم الله، نمیگیم بسم الله، نه بسم الله، بسم الله. لفظ جلاله باریک خوانده میشه. بسم الله. نمونه های دیگر باز انشالله جایی که ما قبلش فتحه باشه گفتیم که اونجا پر خوانده میشه، اما اینجا چون ما قبلش کسره است باریک خوانده میشه. بسم الله. الف در هنگام وصل میفته به مانند الف لفظ جلاله چون در وسط آمده. این لام دوم، این لام بعد الف چون هیچ علامتی نداره خوانده نمیشه. را، حرف را تشدید داره. این تشدید هم گفتیم یک بار باید با آخرین حرکت ما قبل خوانده بشه که کسره ه هست. یک بار با خودش بسم الله هر میچسبه به اینجا به ر. راه بسم الله راه. ه باز میچسبه به را چون با فتحه ها باید خوانده بشه با آخرین حرکت ما قبل. بسم الله الرح. میم، این میم فتحه بالا مال میمه، یک فتحه داره بعدش الف آمده، یک فتحه بعدش الف آمده. ما گفتیم هر حرفی که فتحه داشته باشه و بعدش الف آمده باشه آن حرف صدای آ میگیره، صدای کشیده آ. هر وقت حرفی فتحه داشت بعدش الف آمد، آن حرفی که فتحه داره با صدای آ خوانده میشه. اینجا میشه چی؟ رحمه 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 رحمه. من جا داره که یک قاعده دیگر رو هم اشاره بکنم که حتما عزیزان مد نظرشون هست و به خاطر دارن. ما قاعده داریم به نام استعلا، یعنی پرخواندن. حرف هایی که الف قرار میگیره یعنی فتحه دارن بعدشون الف هست. این حرف ها 8 حرف صاد، باد، را. صاد، باد، تا، ذا به ترتیب اگه بگیم صاد، باد، تا، ذا، غین، قاف، خا، را. یک بار دیگه صاد، باد، تا، ذا، غین، قاف، خا و را. این 8 حرف اگه فتحه گرفتن و بعد اینها الف بود، چون اینها با الف با صدای آ خوانده میشن پر خوانده میشن، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه، مثل خا، غا، قا. اما غیر از اینها دیگه پر نمیشن، غیر از این 8 حرف پر نمیشن وقتی فتحه داشته باشن بعدشون الف. الان اینجا در مثال لفظ بسم الله الرحمن الرحیم میم فتحه داره بعدش الف، از اون 8 حرف نیست، پر خوانده نمیشه. نمیگیم بسم الله الرحمن، نه رحمه رحمه. بسم الله الرحمن. نه لفظ این الف خوانده نمیشه، در هنگام وصل میفته. لام هم خوانده نمیشه، حرکت نداره. را نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که کسر نون هست، میچسبه به را. بسم الله الرحمن الرحیم. ه کسره داره چون بعد از کسره یا آمده. صدای چی میگیره؟ بعد از کسره هر وقت گفتیم بعد از کسره، هر وقت بعد از کسره حرف یا آمد، یایی که حرکت نداره، آن کسره صدای اش تبدیل میشه به ای و آن حرف با صدای ای خوانده میشه. اینجا میشه حی حی الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میم در آخر حرف، میم اینجا اگر ما توقف بکنیم، توقف در آخر حروف سبب میشه که ساکن میشه. ما همیشه آخر آیه وقتی توقف میکنیم حرف آخر ساکن میشه، اما اگر ادامه دادیم کسرش خوانده میشه. اگر ادامه بدیم
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه ادامه بدیم باید این رو بچسبونیم به حرف بعد. اگه ادامه ندیم میشه بسم الله الرحمن الرحیم. بریم آیه بعدی. الف وصل اینجا در ابتدا آمده. الف وصل در ابتدا آمد. وقتی که الف وصل در ابتدا قرار میگیره، برای خواندن الف وصل ما در ابتدا یک قاعده رو من میگم که دیگه تکرارش نکنیم در این سوره. الف وصل این الف که روش علامت ساده است، وقتی در ابتدا قرار گرفت چی کارش باید بکنیم؟ باید بهش حرکت بدیم. خودش حرکتی نداره. چه حرکتی بهش میدیم؟ نگاه میکنیم بعدش چه حرفی داریم. اگر بعدش حرف لام بود، چه این لام خوانده بشه چه نشه مهم نیست، فقط مجرد این که بعد از الف وصل لام بیاد و ما بخواهیم که الف وصل رو حرکت بدیم بهش حرکت فتحه میدیم. همیشه هر وقت بعد از الف وصل لام اومد و ما خواستیم الف وصل رو بخوانیم، در ابتدای آیه بود یا وسط آیه ما میخوایم از اونجا شروع بکنیم، بهش یک فتحه میدیم. مثال مثل اینجا الان ما بعد از الف وصل لام داریم، بهش یک فتحه میدیم. لام میچسبه به الف ما قبل. الحمدو الحمدو الحمدو. اگر الف وصل بعدش لام نبود اون موقع باید چی کار بکنیم؟ اگر الف وصل بعدش لام نبود ما مثالش رو در پایین تر داریم. اینجا مثلا در این آیه ابتدا آیه 6 ما اینجا من این رو توضیح میدم، اینجا که دیگه باز توضیح ندیم. اینجا ما در اینجا الف وصل داریم اما بعدش لام نیست. الف وصل بعدش لام نداریم. اینجا چی کار میکنیم؟ اگر الف وصل بعدش لام بود فتحه میگرفت، اما بعدش لام نباشه فتحه نمیگیره، یا کسره است یا ضمه. از کجا بفهمیم کسره میگیره یا ضمه؟ نگاه میکنیم به اولین حرکت بعدش. حرکت ساکن حرکت نیست. اولین حرکت بعد، یا به تعبیر دیگه نگاه میکنیم به دومین حرف بعدش. حرف اول همیشه ساکنه، دومی رو نگاه میکنیم چی داره. اگه کسره داشت بهش کسره میدیم. اینجا اهدنا میشه، اهدنا. اما اگر ضمه داشت بهش ضمه میدیم. اینجا ضمه ندارم، اگه ضمه بود ضمه میدادیم. اگه فتحه داشت اون موقع باز هم به این کسره میدیم، چون فتحه فقط مال وقتی است که الف وصل بعدش لام باشه. خلاصه الف وصل برگردیم به اول خط. الف وصل خلاصش این بود که اگر بعدش لام اومد همیشه فتحه میگیره. اگر بعدش لام نیامد نگاه میکنیم به اولین حرکت ما، بعد کسره داشت به الف وصل کسره میدیم، ضمه داشت ضمه میدیم، فتحه داشت اون موقع باز هم کسره میدیم. الحمدو لله لله. اینجا لفظ جلاله پر نمیشه چون ما قبل این لام کسره هست. این کسره لله. آخرین حرکت ما قبل این لام مراد است. این لام وسط آخرین حرکت ما قبلش اگر کسره بود باریک میشه، اگر فتحه و ضمه بود پر میشه. الحمدلله رب به دوبار خوانده میشه، یک بار با حرکت را، یک بار با تنهایی. رب الف وصل در هنگام وصل میفته، لام ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که کسره با هست. رب بل این بعدش فتحه داره. از اون 8 حرفی که پر خوانده میشدن نبود. صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف، خا، را. این بعدش فتحه اومده صدای آ میگیره اما پر نمیشه عالمین. رب العالمین نمیخونیم، میگیم رب الع. فرق پر خواندن و باریک خواندن رو دقت کنید عزیزان که ما در باریک خواندن وقتی میگیم باریک میخوانیم، ببینید الان مثلا رب الع نمیگم رب العالمین. این پر خواندنه که اینجا جاش نیست. حرف عین پر خوانده نمیشه، فقط گفتم صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف، خا و را. این 8 حرف فقط اگر فتحه داشتن و بعدشون الف اومد پر خوانده میشن، با صدای آشون پر میشه. اما این از اون حروف نیست. رب العالمین علمین. میم بعدش کسره داره، بعدش اومده صدای ای میگیره. می. رب العالمین. اگر اینجا ما توقف کنیم حرف آخر همیشه ساکن میشه. در هنگام توقف آخرین حرف همیشه ساکن میشه. دقت بکنید عزیزان، در هنگام توقف آخرین حرف همیشه ساکن میشه. الان اگه ادامه بدیم، اگر ادامه دادیم نون چه اتفاقی میفته؟ باز خط بعد هم ما اینجا الف وصل داریم مثل بالا، مثل الحمدو.
اگر بخوایم الف وصل رو خودش رو شروع بکنیم، الف رو فتحه میدیم، اینجا لام بعدش خوانده نمیشه، اما الف چون بعدش لام اومده فتحه میگیره. اگه فتحه گرفت میچسبه به را، چون لام هیچ علامتی نداره خوانده نمیشه. ر تشدیددار نیاز داره به الف، الف میچسبه به را. ار رح ما نی، الرحمنی، الرحمن، فتحه بعدش الف صدای آ باریک هم خونده میشه. الرحمن، نون هم میچسبه به چی؟ الف وصل خوانده نمیشه. لام علامت نداره خوانده نمیشه. را تشدید داره نیاز به آخرین حرکت ما قبل کسره نون میچسبه به را. الرحمن الرحیم. اگر روی میم بخوایم بایستیم، یعنی آخر آیه توقف بکنیم، بس ساکن بخوانیم. اما اگر بخوایم ادامه بدیم، نفس نگیریم، کسرش رو میاریم. الرحمن الرحیم. حالا اگر آیه قبل رو بخوایم بچسبونیم به این آیه، آیا اینجا الف وصل خوانده میشه؟ نه. الف وصل اگر ابتدای آیه بخوانیم خوانده میشه، همچنین در آیه بالا. اما اگر آیه قبل رو بخوایم بچسبونیم، اینطور بخونیم، یا مثلا از همین بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، مل حمدو، مل، اینجا اگر آیه بسم الله رو به الف اول الحمد چسبونیم، دیگه الف رو نمیاریم. یا آیه بعدم همینطور، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. اگر آیه قبل رو چسبوندیم بین آیه، دیگه الف وصل اینجا چون ما قبلش به ما بعدش وصل میشه، خودش خوانده نمیشه. اما اگر بخوایم از اول آیه بخونیم، باید الف رو حرکت بدیم که فتحه میدیم، چون بعدش لام اومده. در هر دو حالت، من هر دو حالت رو میخونم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. اگه بخوایم بایستیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. اینجا چون ایستادم، آخرین حرف رو ساکن کردم. قانون وقف این است که همیشه آخرین حرفی که شما روی اون ایستید، چه آخر آیه باشه، چه در بین آیه تلاوتتون جایی توقف کردید، ساکن میشه. میم بعدش فتحه داره، صدای آ میگیره اما پر نمیشه. مالکی، مالکی یوم، میم میچسبه به دال، الف در هنگام وصل میفته. لام هم هیچ علامتی نداره خوانده نمیشه، تشدید با آخرین کسره ما قبل میم خوانده میشه. یوم مد، دال یک بار با میم خوانده میشه، کسره میم یک بار با کسره خودش. مد دین، این نون رو حرکت نمیدیم. عزیزان دقت کنین، ساکن اصلا نباید حرکت بکنه. مالک یوم الدین، اینطور نشه دین. بعضی از عزیزان اینطور میخونن مالک یوم الدین. نه، اگر می ایستید بس ساکن حرکت نکنه. اگه ادامه میدیم بله، اون موقع کسره میدیم. اما اگر ایستادیم، مالک یوم الدین. بریم سراغ آیه بعدی. کسره تشدید نیاز به آخرین حرکت مقابل داره. ای یک بار با این خوانده میشه، یک بار خودش فتحه داره، بعدش الف اومده صدای آ میگیره، اما یا از اون 8 حرفی نیست که پر خوانده بشه. ایاک 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 نعبدو، نعبدو. این رو عزیزان هم دقت کنید که ساکن است. نعبدو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نون بچسب بسین، این بعدش یا داره صدای این میگیره، عین، روی نون وای میستیم. نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر بخوایم اینجا اول آیه رو بدون این که آیه قبل رو بچسبونیم به این آیه، اگر بخوایم اینجا بچسبونیم آیه قبل به این آیه، الف وصل خوانده نمیشه، نون میچسبه به، اینطور میشه. و ایاک نستعین، دینا، نه دینا میشه، میچسبه به این. اگر بخوایم بچسبونیم و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اما اگر بخوایم اول آیه رو بریم، الف وصل بعدش لام نیست، فتحه نمیگیره، نگاه میکنیم اولین حرکت ما بعد چیه؟ کسره است، بهش کسره میدیم. اگه ضمه بود ضمه میدادیم، اگه فتحه بود هم باز کسره میدادیم، چون فتحه فقط مال وقتی است که الف بعدش لام باشه.
کسره میگیره اینجا الف وصل اهدنا، نون بعدش الف اهدنا میشه. اما چون حرف بعدی اینجا خط بعد الف خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه، الف چون وسط اومده خوانده نمیشه. صاد تشدید داره، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. لام حرکت نداره، الف هم نداره، از این الف هم نداره، از نون کمک میگیریم. فتحه نون میچسبه مستقیم به صاد خط بعد. اینجا چی میشه؟ میشه اهدناس. دیگه این الف اینجا، این الف اینجا، این لام هیچ کدوم خوانده نمیشن. اهدناس را پر میشه، فتحه بعدش الف، اینجا فتحه بعدش الف آمده، از اون حروفی است که پر خوانده میشه. را صدای آ میگیره و از اون 8 حرفی است که ما ذکر کردیم. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، نمیگیم سیره، اهدنا السیره، نه، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، تا میچسبه به لام. طال مستقیم. اگر اینجا بیستیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط را پر میشه، صراط الذین، تا میچسبه به لام، صراط الذین انعمت، ان، نون رو عزیزان دقت کنید کرکن هرگز نباید حرکت بکنه، انه نشه، ان، صراط الذین انعمت، انعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم غير المغضوب، مغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. و لا، لام فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. اما این الف چون خوانده نمیشه، این لام هم حرکت نداره. ضاد نیاز داره به آخرین، ضاد تشدید داره، تشدید باید با آخرین حرکت ما قبل خوانده بشه. لام حرکت نداره، الف نداره، این الف هم نداره، فقط این لام یک فتحه داره. فتحه این لام رو میچسبونیم به ضاد. ولض، ولض، ضا فتحه بعدش الف. ضاد از اون حروفیه که پر هم خوانده میشه. این علامت مده، یعنی بعد کش بیاد. روی 3 حرف واو و الف و یا قرار میگیره و هر وقت این علامت رو دیدید اون حرف رو باید به اندازه بستن 3 تا انگشت دست در حالت عادی بکشیم. ولا 3 تا 6 تا. ولا یک بار لام با مد این خونده میشه. ولا ضالین. اینجا هم چون ساکنه وای میستیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. من یک بار فقط از اول تا آخر به صورت گذرا سری میخونم این سوره رو به همراه شما عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این هم از سوره مبارکه حمد. امیدوارم که عزیزان تمام جزئیات رو، گرچه خب بیشتر از این وقت نیاز بود اما به اندازه‌ای که وقت برنامه اجازه بده سعی کردیم با شما عزیزان درباره سوره حمد صحبت بکنیم. ان شاءالله که عزیزان بعد از این سوره حمد رو با دقت کامل و با تمام تفاصیل روخانیش رو یاد گرفته باشن. در برنامه بعدی ان شاءالله به همراه شما عزیزان از سوره های کوچک آخر کلام الله مجید آغاز خواهیم کرد. درسمون رو چند سوره از آخر درس رو ادامه خواهیم داد و بعد ان شاءالله باز از ابتدای سوره مبارکه بقره به همراه شما عزیزان خواهیم بود با روخانی قرآن کریم. حتما درس‌های پیش رو عزیزان همراه ما باشید تا تمام سوالات و شبهات شما در
موضوع روحانی قرآن کریم برطرف بشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما.